راجع به پرونده توضیح داری بنویس امضا کن، نداری پاشو برو. من گوشم از این حرف پره. آقای قاضی به خدا قسم رفتم استرخ یه تنی به آب بزنم خبر مرگم یادم رفت به این بگم. یه ساعته برگشتم در کمد رو باز کردم گوشی رو برداشتم دیدم 5 تا اسمس دارم. اسمس اول عزیزم کجایی؟ اسمس دوم چرا جواب نمیدی؟ اسمس سوم هوی شغال با تو هم. اسمس چهارم خاک تو سرت کنن مصطفی از اولم لیاقتت امثال همون ساناسیاس که دنبال پسرای مردم نس نس میکنه. اسمس پنجم جهت اینکه در جریان باشی 2 ماه با رضا دوستت ریختم رو هم فردا هم دارم میرم شمال بسوز. پسر جان آخه این چه توجیه بچگانه ای؟ آقا قاضی به خدا قسم توجیه نیست. تو این 5 سالی که باش دوست بودم جوری زندگی کردم که سگ اینجوری زندگی نمی‌کرد. اینا این وکیل سیب زمینیم که این پشت نشسته شاهده. یه سری باهاش رفتم باغ‌وش بهش پفک دادم یه دفعه مسئول باغ‌وش داد زد هوی مگه نمیگم به میمونا پفک نده. گفتم بابا زیدمه. بعد تو بیو اینستاش نوشته بود من شرت حاسد ذا اسد. چرا نکشم؟ من میخوام برم تو منطقه یک باشه بده تو چی جور وکیلی؟ ای